هنگامی که مردم در روز قیامت مبعوث می‌شوند و ترس و هراسانی بین آنها شدت گرفت و خورشید از مخلوقات به مقدار 1 یا 2 میل نزدیک شد و عرق گریبانگیرشان شد، پس بعضی عرق تا مچ پایشان میرسد و بعضی تا 2 زانو و بعضی تا پهلو یا سینه‌اش میرسد و آنها را گریبانگیر میسازد. در آن هنگام الله تعالی 7 گروه را در زیر سایه عرشش قرار می‌دهد، روزی که هیچ سایه‌ای بجز سایه عرش الله وجود ندارد. این 7 گروه وقتی در دنیا بودند، خود را برای آن سایه زیبا آماده می‌ساختند. برای آن آماده می‌شدند. به خاطر آن تلاش می‌کردند. با این امید که الله تعالی به لطف و کرمش روز قیامت آنها را در زیر سایه عرش خود قرار دهد. 7 گروه را الله تعالی در روز قیامت در زیر سایه عرش خود قرار می‌دهد. اول امام عادل و جوانی که در طاعت الله نشأت یافت و مردی که زنی زیبا و صاحب مقام او را برای انجام کار حرام دعوت کند، ولی بگوید همانا من از الله می ترسم. و انسانی که الله را در تنهایی یاد کند و اشک از چشمانش جاری شود و مردی که به مساجد دلبسته باشد و انسانی که صدقه دهد و آن را مخفی نگه دارد تا دست چپش از دست راستش خبر نداشته باشد. امام عادل ترین شخصی که ولایت را به دست گرفت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بود. شرط نیست که امام بزرگی باشد و بر همه مردم سلطه داشته باشد، بلکه پدر در خانه خود امام است. امام مسجدی که پیش نماز مردم است امام است. زنی که بین فرزندان خود قضاوت می کند امام است. معلمی که به دانش آموزان درس می دهد و بین آنها قضاوت می کند امام است. مدیر مدرسه امام است. مدیر شرکت امام است. قاضی امام است. کارمند پلیس امام است. سربازی که در خیابان می ایستد و حرکت عبور و مرور را تنظیم می کند امام است. هر کسی که بین مردم قضاوت می کند یا اینکه آنها را از درگیری جدا کند یا اینکه چیزی انجام دهد که از به وجود آمدن مشکلات بین آنها جلوگیری کند امام است و رواست که عادل باشد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هنگامی که بین مردم قضاوت می کرد با عدالت قضاوت می کرد و کسی را به خاطر جاه و نسب یا اموال بر دیگری تقدیم نمی کرد. به همین جهت زنی از بنی مخزوم از بزرگان قریش بنی مخزوم جنسی را قرض می گرفت و سپس انکار می کرد، سرقت می کرد. پس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم امر کرد که دستش قطع شود. پس این قضیه بر قریش بسیار گران آمد. دست زنی از بنی مخزوم قطع شود؟ یعنی اگر زنی عادی از عوام مردم یا اینکه زنی فقیر که جلب توجه نکند یا اینکه کنیزی باشد که ملک کسی باشد مهم نبود، اما زنی از بنی مخزوم دستش قطع شود، این مثال بر قریش بزرگ بود. پس گفتند که چه کسی در مورد این قضیه با رسول الله صحبت می کند؟ نیاز است که کسی واسطه شود. رسول الله امامی عادل بود. ولی قریش میپنداشتند که رسول الله باید مراعات حال آنها را بکند. پس اسامه بن زید عزیز رسول الله و فرزند عزیز او را فرستادند. پس اسامه وارد خانه رسول الله شد و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم او را دوست داشت. پس پیش آمد و گفت ای رسول الله، همانا برای قریش سخت است که دست زنی مخزومی قطع شود. پس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خشمناک شد. او امامی عادل است. گفت ای اسامه، آمده ای که در مورد اجرای یک حدی از حدود الله شفاعت کنی. این حدی از حدود الله است که بر او و غیر از او جاری می شود. سپس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بر منبر رفت و فرمود به الله قسم اگر فاطمه دختر محمد که خداوند از او راضی باشد، اگر فاطمه دختر محمد سرقت می کرد دستش را می بریدم
همانا یکی از چیزهایی که امتهای پیشین را هلاک کرد این بود که اگر انسان صاحب مقام سرقت می کرد او را رها می کردند و اگر انسان ضعیف سرقت می کرد حد را برای او جاری می ساختند. حتی اگر دختر محمد سرقت می کرد دستش را قطع می کردند. امام عادل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اینطور نبود که به یک نفر به حساب نفر دیگری ظلم کند. اینکه این نزد من مقامی دارد پس من به خاطر مقامش به نفع او قضاوت می کنم. خیر، خداوند به شما فرمان می دهد چون در میان مردم به داوری نشینید با عدالت در بین آنها داوری کنید. در زمان خلافت علی که خداوند از او راضی باشد به بازار رفت تا چیزی بخرد. پس مردی یهودی را دید که زره می فروخت. زره چیزی است که جنگجو می پوشد، همانند پیراهنی است که جنگجو می پوشد ولی از جنس آهن است تا اینکه از اصابت تیر و ضربه شمشیرها به خود جلوگیری کند. پس علی به یکی از این زره ها نگاه کرد. به آن به دقت نگاه کرد و بررسی کرد. سپس به او گفت که این را از کجا آوردی؟ گفت همانا من از فلانی و فلان خریدم. گفت نه، این زره من است. این زره من است. در روز خیبر از من افتاد، در حالی که من بر روی چهارپایی در حرکت بودم و تو آن را برداشتی و سرقت کردی و حالا می‌خواهی بفروشی؟ این زره مال من است. و سپس به نزد قاضی برای قضاوت رفتند. هنگامی که خلیفه در مقابل او نشست و به همراه او مردی یهودی حضور داشت. قاضی به او گفت ای امیرالمومنین برخیز و پیش صاحب خصومت خود بایست. پس علی خلیفه در کنار خصم خود ایستاد. پس قاضی گفت ای امیرالمومنین شکایت تو چیست؟ گفت راستش من این زره را به همراه او دیدم در حالی که این زره مال من است. در روز خیبر از من افتاد و الان او دارد او را می فروشد و این مال من است. پس به او گفت که دلیل تو چیست ای یهودی؟ گفت نه این زره مال من است که از فلانی و فلان خریدم. گفت ای امیرالمومنین ای ابوالحسن آیا کسی را داری که برای تو شهادت دهد؟ گفت پسرم حسن برایم شهادت می دهد. به او گفت که پسر نمی تواند شاهد پدر باشد. آیا شاهد دیگری داری؟ گفت خیر. گفت که حکم می کنم که زره مال یهودی است. پس یهودی تعجب کرد و گفت سبحان الله، قاضی مسلمانان بر ضد خلیفه مسلمانان به خاطر اینکه دو شاهد ندارد حکم صادر می کند؟ به الله قسم این زره اوست و من در روز خیبر او را دنبال می کردم و وقتی زره از او افتاد برداشتم و پنهان کردم تا اینکه امروز آن را فروختم. این زره مال توست ای امیرالمومنین. علی به او گفت این زره از آن تو خواهد بود به شرط اینکه مسلمان شوی. پس اسلام آورد. آن مرد یهودی اسلام آورد و مسلمان شد. در قضاوت باید عادل بود. حال پدری که بین فرزندان خود قضاوت کند یا اینکه مادر بین فرزندان خود قضاوت کند، هر کسی که بین مردم قضاوت کند، الله تعالی در روز قیامت او را در پیشگاه خود توقیف می کند و از او در مورد قضاوتی که کرده، اینکه در آن عادل بوده یا در آن ظلم کرده سوال می کند. حتی معلم خردسالان، کسی که بچه‌های خردسال را که به 7 سال نرسیدند بین دعواهای آنان قضاوت می کند، پس او امام عادلی است. رواست که عدل را رعایت کند و از ظلم کردن دوری کند. فرمود امام عادل و جوانی که بر طاعت الله نشأت گرفت. از وقتی که به دنیا آمد نماز را پیش روی خود می دید و در گوشش اذان خوانده شد. در 7 سالگی به او امر کردند که نماز بخواند. در حلقه های تحفیظ قرآن شرکت کرد یا اینکه معلمی آوردند تا به او آموزش دهد. پدر و مادرش حریص بودند که نماز را به او بیاموزند. چه کسی پروردگار توست؟ دین تو چیست؟ پیامبر تو کیست؟ به او ادب شرعی را بیاموزند. این پسر را در خیابانها رها نکنند. ممکن است در سیگار کشیدن بیفتد، در حالی که کوچک است، و یا ممکن است که در دام مواد مخدر بیفتد، یا ممکن است که کلمات بدی را تلفظ کند و همه این به سبب بی اهمیتی به اوست. بلکه جوانی است که از وقتی نشأت گرفت بر روی طاعت الله باشد. نماز را در خانه ببیند، روزه را ببیند، ذکر الله را ببیند، اعمال خیر را ببیند. به همین جهت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود بعضی از نمازهایتان را در خانه بخوانید و آن را به قبرستان تبدیل نکنید، یعنی سنن و نوافل را در خانه بخوانید
و خانه خود را همانند قبرستان‌ها نکنید که در آن نماز خوانده نمی‌شود. خیر، بلکه در خانه‌هایتان نماز بخوانید تا اینکه دختران و پسران کوچک ببینند و از کوچکی بر نماز تربیت شوند. به همین جهت فرمود جوانی که بر طاعت الله نشأت گرفت، بر دوستی مساجد و دوستی کار نیک و حفظ قرآن و احترام به والدین و نیکی به آنها نشأت گرفته باشد و با دوستان بد اختلاط نکند که عقل و دین و اخلاق او را فاسد کنند، خیر. همانند نشأت گرفتن مصعب ابن عمیر، یا همانند نشأت گرفتن حسن و حسین در خانه رسول الله، یا همانند نشأت گرفتن عبدالله ابن عمر، یا همانند انس در خانه پیامبر، همان گونه که انس گفت که هنگامی که برای اولین بار پیامبر از مکه به مدینه آمده بود، به همراه پسرش آمد و گفت ای رسول الله، این پسرم 9 سال دارد، به تو خدمت می کند و از تو یاد می گیرد. ربیع ابن کعب غلامی کوچک بود که به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خدمت می کرد. برای او آب می آورد و بر روی دست او آب می ریخت. پس روزی رسول الله صلی الله علیه و آله سلم به او گفت ای پسر، از من چیزی طلب کن. به او گفت ای رسول الله، از تو چیزی طلب کنم؟ در حالی که گمان می شد کسی همانند او اموال یا لباس یا ردایی طلب کند، گفت ای رسول الله، همراهی با تو در بهشت را طلب می کنم. به این پسر که بر طاعت الله نشأت گرفته بنگرید. به همین جهت اگر توجه کنید، اولین کسی که از جوانی که بر طاعت الله نشأت یابد سود میبرند والدین هستند. به الله قسم در برخی از زندانها برای سخنرانی میرفتم. وارد بعضی از بندها میشدم. نوجوانانی که ممکن است 15 تا 18 سال سن داشته باشند در آنجا حضور داشتند. یکی پدرش را کشته بود. بله، به الله قسم، او را با چشم خود دیدم. جرم او این بود. و دیگری مادرش را کشته بود. دیگری مواد مخدر را ترویج میداد. چهارمی زد و خورد میکرد. پنجمی نمیدونم چه. خلاصه به الله قسم بر این حریص بودم که از آنها سوال کنم که خانه‌تان چگونه است؟ حرص شما بر نماز چگونه است؟ حرص والدین شما بر نماز چگونه است؟ آیا تو را به حفظ قرآن تشویق میکرد؟ آیا تو را از دوستی با انسانهای بد و فاسد نهی میکردند؟ آیا از تو سوال میکردند که از کجا آمدی و به کجا میروی؟ آیا پدر تو را با خود به مسجد میبرد یا خیر؟ از او سوال میکردم در حالی که سن او تنها 16 یا 17 سال بود. به الله قسم 90% آنها میگفتند خیر. به الله قسم نه قرآن را به من تحویز کردند و نه بر من حریص بود و پدرم به نمازم اهمیت نمیداد و به درسم اهمیت نمیداد و من را ول کرد تا اینکه خیابان مرا بزرگ کرد. مصرف کنندگان مواد مخدر مرا تربیت کردند و مصرف کننده مواد مست کننده او را کمک کرد و تارک نماز به او کمک کرد. همه با هم همکاری کردند تا من اخلاق را از آنها کسب کنم. مردی نزد عمر ابن خطاب که خداوند از او راضی باشد آمد و از فرزند خود شکایت کرد. به او گفت پسرت را بیاور. پس عمر تازیانه را بلند کرد تا او را ادب کند. به او گفت چگونه به پدرت احسان نمی‌کنی؟ چگونه با پدرت رفتار نیکی نداری؟ به او گفت ای امیرالمومنین مهلت بده. ای امیرالمومنین مهلت بده. آیا مگر این نیست که فرزند بر پدر حقی دارد همان گونه که پدر بر فرزند حقی دارد؟ گفت آری. گفت پس حق فرزند بر پدر چیست؟ گفت که در انتخاب مادرش دقت کند. یعنی با زنی که شهرت بدی دارد ازدواج نکند که پس از آن مردم فرزندان را به سبب مادرشان ذم نکنند. در انتخاب مادرش دقت کند و اینکه نام نیکی بر او بگذارد و قرآن را به او تحفیظ کند. گفت ای امیرالمومنین به الله قسم، به الله قسم، هیچ یکی از اینها را برایم انجام نداد. اما مادرم کنیزی خرقاست، یعنی عقلش ناقص است و وی را با 2 درهم از بازار خرید و شبی با آن هم بستر شد و او مرا حامله شد. هنگامی که به دنیا آمدم، از به دنیا آمدنم بدش آمد و مرا جعل نام نهاد. جعل همان حشره سیاهی است که می‌بینیم در صحرا فضولات را با دماغش حل میده، همانند سوسک، و گفت که نامم را جعل گذاشت و 1 آیه از قرآن را هم به من تحفیظ نکرد. پدری غیر نیکوکار و پسری غیر صالح. عمر به او گفت که برو، چرا که تو در عاق بودن بر پسرت پیشی گرفتی. پس از 7 گروهی که الله تعالی در روز قیامت آنها را در زیر سایه عرش خود قرار میدهد، جوانی است که بر طاعت الله نشأت گرفته باشد.
بله، از جمله 7 گروهی که الله تعالی آنها را در زیر سایه عرشش قرار می‌دهد، در روزی که هیچ سایه جز سایه عرش او وجود ندارد. جوانی است که بر طاعت الله نشأت گرفته باشد. او برای این بر نفس خود حریص است، ولی والدین بایستی در آن نقش داشته باشند. قضیه به تلاش نیاز دارد. دعای زیادی کن. ابراهیم علیه السلام از دعای او این بود که ای پروردگار من، مرا فرزندی صالح عطا کن. الله تعالی فرمود پس او را به پسری بردبار مژده دادیم. همچنین از دعای مؤمنین این بود که همان گونه که پروردگارمان میگفت و کسانی که میگویند پروردگار از همسران و فرزندانمان آن به ما عنایت کن که مایه روشنی چشم باشد و ما را پیشوای پرهیزگاران بگردان. دعا کردن برای اصلاح نسل. و فرزندان مرا به صلاح آور، من به تو بازگشتم و از تسلیم شدگانم. دعا برای اینکه الله تعالی آنها را بر دین ثابت قدم نگه دارد و اینکه الله تعالی ایمان را نزد آنها دوست داشتنی کند و آن را زینت دهد و اینکه الله تعالی کفر و فسوق و معصیت را نزد آنها بد جلوه دهد و آنها را از اهل خرد قرار دهد. الله تعالی را دعا کنند که همیشه دوستی انسانهای صالح و خیرین را نصیب آنها بکند. مادر امام احمد پشم می‌ریسید و پارچه درست می‌کرد. پس می‌گفت ای فرزندم، تو طالب علم باش و من با ریسیدن پشم تو را کفایت خواهم کرد. ای فرزند کوچکم، برو. تخت و دوات را برای او آماده می‌کرد و می‌گفت که ای فرزندم، برو و علم را یاد بگیر. لازم نیست که دنبال کسب اموال باشی. نهار و شام را آماده خواهی یافت. شافعی رحمت الله علیه را مادرش به مدینه آورد برای اینکه طالب علم نزد امام مالک باشد و پسر کوچکی بود. پس در نزد امام مالک حضور یافت و امام مالک به او مینگریست و میدید که این بچه کوچک دست چپش را میگذاشت و انگشت سبابه خود را در دهان قرار میداد و سپس بر روی دستش حرکت میداد. انگشتش را در دهان میگذاشت و سپس بر روی دست حرکت میداد. پس تعجب کرد. 1 یا 2 درسی بر او سکوت کرد. ولی سپس او را صدا زد و به او گفت که دیگر برای درس حاضر نشو. به او گفت چرا؟ گفت که تو داری کار بیهوده‌ای انجام میدهی. تو انگشت را در دهانت میگذاری و آن را بر دستت حرکت میدهی. نه برگه‌ای داری، نه دواتی داری، نه مدادی. تو آمدی که بازی کنی و کار بیهوده انجام دهی. به او گفت به الله قسم این گونه نیست. من پولی ندارم تا اینکه همانند دیگران مداد و دوات و برگه بخرم. گفت بنابراین با دهانت چه کار میکنی؟ گفت که من حدیث را مینویسم. من حدیث را با دستم مینویسم. تا اینکه حدیث در ذهنم رسوخ کند و در ذهنم حک شود. به او گفت خیلی خوب بخوان. پس آنچه را که در 3 روز قبل گفته بود قرائت کرد. حفظ کرده بود. و مادر حریص و مادری که در اواخر شب برای صالح بودن فرزند خود دعا می کند. الله تعالی بر کاری که انجام می دهد برکت می دهد. آن مادر در اواخر شب برای صالح بودن فرزند خود دعا می کند. پس الله تعالی برکت را در او قرار داد و حافظه قوی به او داد. پس امام مالک از او تعجب کرد و به او دوات و مداد و اموال داد و امام مالک به کار تجارت مشغول بود و امام مالک از حرصش بر شافعی او را همانند پسر خود می شمرد. از حرصی که بر او داشت تا اینکه امام شافعی امامی از ائمه دنیا شد. بر دوستی فرزندانت حریص باش. اگر می‌خواهی فرزندت فردا جوانی باشد که در طاعت الله نشأت گرفته باشد و در زیر سایه عرش رحمان باشد، پس بر نوع دوستان او حریص باش. از او سوال کن که تو از کجا آمدی و کجا رفتی. بر این حریص باش که از کوچکی نماز بخواند تا اینکه الله تعالی نماز را در قلب او بزرگ جلوه دهد. اگر نماز را در قلب او بزرگ جلوه دادی و ببیند که تو نمازگزار هستی، در آن هنگام این کودک بر آنچه پدرش او را تربیت کند نشأت خواهد گرفت. در میان ما پسر کوچک بر آن چیزی بزرگ خواهد شد که پدرش از کوچکی آن را به آن عادت داده بود. پس الگوی صالحی برای فرزندان خود باشید. 7 گروه را الله تعالی در زیر سایه عرش خود قرار می دهد. در روزی که هیچ سایه‌ای بجز سایه عرش الله وجود ندارد. امام عادل و جوانی که بر طاعت الله نشأت گرفته